پاشین بریم بر ثبت نام دانشگاه. الان باز همه میگن هنوز نتایج نیومده، ولی من دارم برای کاردن چون رشته‌ام هنر میرم پیش ثبت نام. ساعت 9 صبح با دوستم 10:30 قرار گذاشتیم. راستی با تم جدید اتاق چطوری؟ خودم خیلی سختم باش کنار میام چون تا حالا به این شلوغی نبوده. از این بگذریم دیگه بلند شدم. من بر تجهیزی که توی بی وقت‌ترین حالت ممکن وقت میذارم صبحونه درست کردم. دیگه رفتم برای آماده شدن که اولش خواستم این دورسه رو بپوشم، ولی دیدم برای الان خیلی گرمه، جوگیری رو گذاشتم کنار، همیشه میذارم. تنها چیزی که به غیر از ثبت نام دانشگاهی که می‌خواستم خوشم کرد رسیدن بسته امروز، چون دقیقاً به وقتش رسید. این باکس سری لوازم آرایش بود که تو استوری برام بازش می‌کنیم. به قسمت اصلی عطر بادی اسپلش همراه چند تا عطر کوچولی از یارا. و می‌رسیم با آنباکس ایشون. این عطر خوشگل ناز که بچه‌ها بوی آب نبات و شیرینی و عاشقشم. این بادی اسپلش بود که بچه‌ها بوش بوی ویفر پرتقالی بود. بعد کلی خوشحالی راه افتادیم. اینجا فهمیدم سنا خواب مونده، به همین پاشدم رفتم دنبالش. توی یه رو آماده شد و کپی دیپلمم گرفتیم. دیگه رسیدیم به دانشگاه معماری و هنر پارس که من اینجا گرافیک ثبت نام کردم و خیلی خوشحالم چون همون دانشگاهی که می‌خواستم و همون رشته‌ای که می‌خواستم شد. از جایی که سنا کار داشت با یکی دیگه از دوستام هماهنگ کردم بریم هدیشما. همون اولی که رسیدیم ناهار خوردیم چون خیلی گشتمون بود. جاتون خالی و دیگه گفتیم سینما هم بریم که بچه‌ها کاملا یه فیلم مزخرف دیدیم. اینقدر که اصلا نگار خوابایی که شبا می‌بینین و قراقاتی هم مثلا فیلمشون کرده بودن، هیچی به هیچی نمی‌خورد، اصلا فیلم هیچ معنی نداشت. واقعا بهتون پیشنهاد می‌کنم. اسمش هم که قسطنطنیه بود. دیگه کارمون تموم شد و برگشتیم خونه‌مون تا یه ویدیو دیگه. خدا نگهدار.